کارمندان رئیسیت کمیته دولتی امنیت ملی در شهر کوهلاب پس از ادای نماز دست جمعانه در اتاق لباس عوض‌کنی ورزشگاه شهر حصار، بازیگران و مربیان دسته فوتبال بازان محلی روشن را بازپرسی کردند و پس از آن آنها را مجبور کردند که ریش‌هایشان را بتراشند. در این باره پورتال اطلاعاتی اخبار با استناد به مخلص دسته روشن خبر می‌دهد. آنها ادعا دارند که پس از بازپرسی در کمیته دولتی امنیت ملی، بازیگران برای گذاشتن نماز در جای جمعیتی به مبلغ 4000 سومانی جریمه کرده شدند. حتی فریدون رستموف را که در کنفرانس KFA در حصار بود، مجبور کردند برای بازپرسی به شهر کوهلاب آید. با فوتبال بازان برای خواندن نماز در اتاق لباس عوض‌کنی و برای گذاشتن ریش بسیار سخنهای شدید گفته شد و آنها را مجبور کردند که ریش‌هایشان را بتراشند. می نویسد پورتال. یادداشت میکنیم که 18 اکتبر در صفحه فیسبوکی دسته فوتبال بازی روشن کوهلاب عکس نماز دست جمعانه فوتبال بازان در اتاق لباس عوض‌کنی پس از پیروزی در فینال جام تاجیکستان نشر شده بود. عمل شایسته تحسین و تقلید. آفرین. الله همه شما را در پناهش نگاه دارد. با چنین توصیف‌ها استفاده برندگان سامانه‌های اجتماعی تاجیک این عکس را استقبال نمودند. عین زمان عکس مذکور از صفحه فیسبوکی دسته فوتبال بازی روشن برداشته شده است. راو نگاه که از گفتم یا طرفی دست چپم نگاه کردم